تیمور رئیموف یکی از خوشنامترین پهلوانان تاجیک روز 26 نوامبر سال 2020 در چمپیونات اروپا اوید به گشتین جودو میان بزرگسالان در حیات تیم رد استار سربستان در وزن بیش از 100 کیلوگرم به میدان برآمده به گرفتن نشان نقره مشرف گردید. باشگاه رد استار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی اروپا رسید و تنها در رقابت آخرین از دسته گرجستان ناکام شد. مسابقه قهرمانی اروپا میان بزرگسالان 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار گردید. رقابت‌ها از روی 10 وزن بین 161 جدوکار از 26 کشور جهان دایر شدند. تیمور رئیموف 8 ایول سال 1997 در نوحه رودکی به دنیا آمده. از 6 سالگی با هدایت بابایش رستم عبدالرحمانوف به مشق گشتین سر کرده است. تیمور رئیموف سال 2020 در بازی‌های المپیک توکیو پرچم بردار تیم ملی المپیک تاجیکستان بود. سال جاری برای تیمور رئیموف پرمسئول بود. او از جمله روز 6 نوامبر سال 2022 در شهر باکو پایتخت آذربایجان در مسابقات توسکولای بزرگ باکو 2022 اوید به گشتین جودو در وزن بیش از 100 کیلو صاحب مدال طلا شد. مدال طلای تیمور رئیموف اولین مدال طلای گشتینگیران تاجیک به نمایندگی از تاجیکستان در مسابقه های گشتین جودو از سلسله گراند سلام است. شهردار دوشنبه رستم امامعلی به تیمور رئیموف برای پیروزی در این مسابقه معتبر همچون نشان قدردانی در پایتخت خانه دوجرگی با تمام شرایط روزگار تحفه کرد.